داستان در دفتر چهارم بیت 1359 قصه صوفی که در میان گلستان سربرزانوی مراقب بود. یارانش گفتند سر برار و تفرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمت الله تعالی. حالا شما نگاه کن، خود این عنوانی که برش گفته خودش کل داستان تعریف کرد. میگه صوفی در باغ از بهر گشاد، یعنی برای گشایش، صوفیانه روی بر زانو نهاد. رفته توی باغ نشسته بود، صوفیانه یعنی به شیوه صوفیان روی بر زانو نهاده بود. مثل حالتی که میگه حالت جنین در شکم مادر چجوریه، پاها در شکم جمع و سر بین دوتا زانو قرار گرفته. پس فرو رفتو به خود اندر نقول، یعنی در درون خودش، در ژرفای وجود خودش فرو رفته بود. نقول یعنی عمق. شد ملول از صورت خوابش فضول یا فضول، درسته دیگه اصلش. یه آدم فضولی اومد شروع کرد، حالا یه چیزی گفتم، ببینید چی گفت. فضوله که چه خسبی خوابیدی، این فکر کنید خوابیده، که چه خسبی آخر در رز نگر. این درخت انگور رو نگاه کن، این درختان بین و آثار خضر، یعنی این سبزی و درخت‌ها و اینا رو نگاه کن. امر حق بشنو که گفته است انظروا، نگاه کنید. مگه نشنیدید که خداوند در قرآن گفته نگاه کنید؟ سوی این آثار رحمت آر رو. گفت اینجا، از اینجا به بعد دیگه اون صوفیه که به سخن میاد. آثارش دل است ای بوالهوس. گفت آثارش دل است ای بوالهوس، آن برون آثار است و بس. چون عرفا یکی از نقاط به نظر من قوت ایده‌ای که دادن که به نظرم خیلی خیلی قابل تأمل، قابل استفاده است، یکیش اینه که ببینید مولانا میگه که باده یعنی شراب از ما مست شد، نیما از او. میگه اینجوری، میگه تصور بر اینه که شراب آدمو مست میکنه، ولی انسان شرابو مست میکنه. چرا سنگو مست نمیکنه؟ چرا در سنگ مستی نداره؟ از این ور داستان باده از ما مست شد، نیما از او. قالب از ما هست شد، نیما از او. این جسم ما رو به وجود نیاورده، ما این جسم رو به وجود آوردیم، یعنی روح از اون ور. اینجا هم داره همین حرفو میزنه، میگه این برون آنچه در، حالا من بعد از این داستان اشاره میکنم به این که به این نکته مهمی که عرفا میگن عالم اکبر و عالم اصغر، که در نگاه اونا این به چه معنیه و چرا مهمه. گفت که آره این برون آثار است و بس. باغ‌ها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. مثل آب روان که عکس گل و گیاه و درخت توی این آب میفته، این تصویره که تو داری میبینی. باغ بیرونه، تو تصویر رو داری میبینی، فکر میکنی این تصویر واقعیت داره، در حالی که این تصویر مجازه. اون اصلیه رو نگاه کن. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آبان استراب. این لرزشی هم داره دیگه، حرکت هم میکنه. باغ‌ها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. چرا خداوند این عالم ظاهر رو گفته دارالغرور؟ به همین دلیل. دارالغرور یعنی دار یعنی خانه، غرور یعنی فریب. دارالغرور یعنی خانه‌ای پر از فریب، خانه‌ای که همه چیزش فریبنده است، فریباست. این غروران است، یعنی خیال هست از عکس دل و جان رجال.
رجال یعنی مردان، اینجا مردان یعنی انسان‌های متعالی. میگه همه این تصاویر، همه این عالم رو که داری میبینی حاصل دله که در این عالم آب و گل شما داری میبینی. جمله مغروران بر این عکس آمده. مغروران یعنی فریب خوردگان. مغرور یعنی فریب خورده. جمله همه مغروران بر این عکس آمده، یعنی توجهشون، چون دارالغروره دیگه، اینا توجهشون به این عکس، به این ظاهر جلب شده. بیگمانی که این بود جنت کده. بیگمانی یعنی بدون شک، یعنی هیچ شکی هم ندارم، آقا همینه دیگه، جنت بهشت همینه. میگریزند از اصول باغ‌ها، از اصل میگریزند، فرار میکنن، بر خیالی میکنند آن لاغ‌ها. همه همتشون رو گذاشتن بر یک چیز خیالی. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، وقتی که از خواب میپرن راست بینند و چه سود است آن نظر. وقتی که تمام میشه ماجرا، مسابقه تمام میشه، بعد شما بفهمی که داستان چی بوده، چه فایده ای داره. پس به گورستان غریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط با حسرتا. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز برد. یعنی اون کسی که فهمید که اصل این رز چیه. خب پس فهمیدیم که اینا میگن که آقا روح انسانی ارزشمندترین سرمایه‌ایه که هر کسی داره، روح انسان. خب حالا من از اینجا داستان دقوقیه دیگه، که دقوقی چرا اینقدر داره به در و دیوار میزنه، اینقدر این ور اون ور میره، دنبال یه آدمی میگرده که باهاش هم نشین بشه. به قول معروف گفتن یافت می نشود جسته ما، گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزوست. من دنبال یک انسان میگردم. دلیلش همینه که روح انسانی ارزشمندترین چیزه. عرفا به ما میگن که کل هستی دو بخشه، دو تا عالمه. یکی عالم اکبره، یکی عالم اصغره. اکبر یعنی بزرگتر، اصغر یعنی کوچیکتر. عالم بزرگه، عالم کوچیکه. عالم بزرگه چیه؟ عالم کوچیکه چیه؟ عالم کوچیکه همه هستی، از کوه و در و دشت و زمین و آسمان و ستارگان و هر چه که طبیعت هست، هر چی که گله، هر چی که گیاهه، هر چی که زیبایی، هر چی که فکرشو بکنید، میشه عالم اصغر، به اضافه کالبد خود انسان. عالم اکبر چیه؟ روح انسانی، نفس انسانی در نگاه عرفا اینه. پس ما یه عالم اکبر داریم، یه عالم اصغر داریم، و به همین دلیله که عرفا میگفتن که دو تا سیر هم داشتن دیگه. میگفتن آقا سیر آفاق یعنی عالم اصغر، اینم ارزشمنده، شما بری تو باغ، بری بگردی، بری در طبیعت زیبایی ها رو ببینی. و سیر انفس یعنی نفس انسانی رو در نفس انسانی سیر بکنی، انسان شناسی. یه بخشیش، حالا اینم باز دو بخش میشه، یه بخشیش میشه خود شناسی، یعنی تو بری در درون خودت. یه بخشیش هم میشه نفوس دیگه. اینجا الان دقوقی دنبال یک کس دیگه ایه. چرا؟ بخاطر اینکه خودشو میخواد در واقع بشناسه ها، چون که واقعا نفس انسانی اتحادی درش هست از نگاه عرفا، از یه منبع واحده، یک چیزه. اگر شما دست پیدا کنی به یه ذره اون، در حقیقت هر چه با دریا بود بر حکیم از قطره‌ای پیدا بود. این قطره‌ایه که همه دریا درش هست، منتها اون قطره رو شناسا بودنش
دشواره و مهمه که تو به یه ذره از این دست پیدا کنی. وقتی که یه ذره‌شو شناختی تمام. همه داستان سلوک اینه، هیچ چی دیگه نیست. حالا تو این مسیر که در خود فرو رفتن و با خود تنهایی رو تجربه کردن و از خود آموختن و با خود نشستن و با دیگران نشستن، باز دوباره اینم میشه جنبه‌های مختلف و به اصطلاح شقه‌های مختلفی براش در نظر گرفت. حالا یه اشاره میکنم به این چند تا جنبه دیگه که اینجا هست و عبور میکنم سریع. یک جنبهش روابط لطیف انسانیه، روابطی که بین آدم ها هست، رابطه دو تا همسر با هم دیگه، رابطه یه مادر با فرزند، روابطی که توی این روابط شما میتونید به اصطلاح انسان رو تجربه کنید، نفس انسانی رو تجربه کنید. یا مثلا وقتی که شما یه نوزادی رو میبینید، یه نوزاد تازه به دنیا آمده، یه نوزاد میبینید، اونجا شما در واقع با انسان، من حالا اینا تعابیر خودم ها، نمیدونم چقدر دقیق، با یه انسان خالص روبرو هستید. این هم بازی جنبه است، یعنی شما رو پر میکنه، شما رو دیدید چقدر خوبه، چه حس خوبی داره، چقدر احساس آرامشی در آدم ایجاد میکنه، انگار شما با اصل خودت دوباره آشتی میکنی، یه ارتباطی میگیری. حالا دیگه اگه بچه مردم هم باشه که دردسر هم نداشته باشه که چه بهتر. و البته از عرفا اگر شما بپرسید میگن از همه اینا متعالی تر وقتیه که شما با یکی از این بندگان راه رفته خدا هم نشین میشید، با یکی از این اولیاء خدا هم نشین میشید. موقعی که شما ببینید ما با آدم ها ارتباط نداریم، ارتباط با آدم ها اگرچه که ما تصور میکنیم که با آدم ها ارتباط داریم، این ارتباط ظاهری و جسمی و روزمره و روتینه. ما با آدم ها ارتباط نداریم. بسیار بسیار پدیده کمیابی ارتباط دوتا آدم با هم دیگه. ما از طریق یه سری سخنها که معلوم پشتش چیه، یه سری رفتارها که باز اون رفتاری که طرف مقابل انجام میده شما یه تعبیری ازش میکنی و فکر میکنی که منظور اینه. رفتار ناب و خالصانه‌ای که حاکی از یه ارتباط عمیق باشه بسیار کمیابه. من بعضی وقتا برای خودم تصور میکنم اگر من امکان یه آرزوی شخصی، کاملا شخصی برآورده شدنی که به کسی ربطی نداره، شخصی برای خودم باشه داشته باشم، بعضی وقتا شاید پیش خودم فکر میکنم که این آرزو رو میکردم که بتونم از زاویه دید یه نفر دیگه، از اون دقیقاً نقطه نظر اون آدم، از اون جایی که دقیقاً اون چیزی که اون آدمه میبینه، من بتونم دنیا رو ببینم. یعنی برم در پشت چشمان اون آدم قرار بگیرم و از طریق اندیشه بفهمم که تو اون ذهن چی میگذره، تو اون وجود چی میگذره. ما آدم ها تنها هستیم و خیلی دشواره، عرض کردم خیلی دشواره ارتباط عمیق انسانی که خب بعضی وقتا مثلا آدم احساس میکنه مثلا این رابطه شمس و مولانا یه رابطه عمیق انسانی بوده، رابطه عمیق انسانی، رابطه‌ای که دو تا روح، میگن شنیدید میگن که دو تا روح در یک بدن انگار. اینا در عالم کلام شنیده میشه ولی در عالم عمل بسیار پدیده‌های استثنائیه که آدما بتونن انقدر به هم نزدیک بشن که یه وقتی یه اتصال کوچیکی ایجاد بشه، یه اتصال کوچیکی ایجاد بشه. این خیلی پدیده استثنائیه و به همین دلیله که ولی اگر اتفاق بیفته یهو روشنی بخش، خیلی بخش مهمی از مسائل آدم‌ها حل میشه. یه گام بزرگیه در سلوک و در انسان شناسی
امیدوارم که خدا قسمت بکنه. این نکته رو من میخواستم بگم و البته یه چیزای دیگه هم میخواستم بگم یادم رفت دوباره. بریم سراغ ابیاتی که ابیات مربوط به این هفته است. ما کسی که پیر و سالک هم باز این رابطه ببینید همه اینا در جهت اینه که این رابطه استثنایی رو شما شرایطش رو به وجود بیاری، خب شرایطی به وجود بیاری که بلکه این اتفاق بیفته در سطوح مختلف. در سطوح مختلف ممکنه که همچین اتفاقایی بیفته یا نیفته. مثل اینکه یه صیاد یه شکارچی میره تو بیابون دام میذاره. آیا وقتی دام میذاره ممکنه یه دامی یه چیزی به دام شما بیفته دیگه. مثل این شکار مثل شکار عنقاه به قول عرفا، مثل شکار سیمرغه. بله شما میتونی یه کفتری شکار کنی ولی میری تو بیابون یه دام میذاری یه کبوتری به دام شما میفته. میگفت چیز میگه ولی بیتش یادم نمیاد که میگه که آره میگه دام و دانه دارم ولی سیمرغ میباید شکارم. میگه دنبال شکار سیمرغ هستن. دنبال اینم که سیمرغ شکار کنن. اون ارتباطات، اون دریافت‌ها چیزای استثنائیه. دلیلش هم اینه که ببین شما وقتی که میخوای مثلا الماس درست بشه، برای درست شدن الماس چیه؟ الماس همین زغاله، همین گرافیته، همین کربونه. خب آقا این همه کربن هست. پس چرا اینو بهش میگن زغال کیلویی مثلا 10,000 تومان، اونو بهش میگن الماس قیراطی خدا تومان. میگه آقا این همون زغاله ولی در شرایط استثنایی قرار گرفته. بله دیگه، مثلا در عمق خیلی زیاد، تحت فشار خیلی زیاد، حرارت خیلی بالا، زمان خیلی طولانی، اینو قرار بده شما میشه الماس. شرایط استثنایی. حالا اینه که میگه که آنچه یافت می نشود آنم آرزو. چرا که همه آدما طاقت اینو ندارن، حوصله اینو ندارن که بخوان توی شرایطی انقدر پافشاری بکنن، انقدر بمونن که گفت پیغمبر هر آن کوبت دری عاقبت آید برون زان در سری. آدما معمولا میخوان مثل این بنگاه‌های زود بازده دیگه، میخوان خیلی سریع مثلا بگو آقا یه چیزی بگو که ما سریع بفهمیم و مثلا جمع جور کنیم و بریم. ولی اینجا میگه نه آقا اینجوری نیست. هیچ